وقتی 12 نفر شهید را آورده بود که بعضی‌هاش شناسایی شد که نام‌های شما گرفتیم اینجا، بعضی‌هاش دیگه از چهره‌تان هم شناسایی نمیشه. وجود نداره، تا حالی کسی ساحه حاضر نشده، هیچ کسی نیامده، هیچ آمبولانس شده ما را زیر انتقال نداده، هیچ افسر دولتی برای پیگیری کرده اینجا نامده. ما چه قسم کشور هستیم؟ ما صلح امنیت می‌خوایم. شم بیار الا چراغا را گل کو، خالی نمیشه دل بغض زده درون ترکو. خار شدیم همه در بین ما گلگم، دین تا تعریف کو بعدش بریم بگو صلح کو. بگو از نخبه هایی که ترک کردن وطن، بگو از مادرایی که فرزند کفن کردن، بگو از وحشیایی که واسکت انتحاری شرکت رتبه و زن و چپن بدل کردن. انتخاب محدود است دیگه، خوب و بدی نیست، بین بد و بدترم فقط بدترین کیس. وقتی بر زندگی نیست دیگه هدفی در پیش، از نسل فریادم سکوت نسکشی علنی است. نمی تپه قلبم نمی باره ابرم، فقط مگذره از وقتم شدن آرزو اهداف قبلم. حرفم داره حکم حمله را منتظر امرم، مدتی میشه مردم اما زنده سم در قبرم. از شاری که خودم ما ساختیم دادن کوچمون، شدیم خل سلا و کردن از هنر لوچمون. چقدر از جان ما کندن و بد کردن نوش جان، و از تاریخ و فرهنگ و هنر ما بگو چی ماند. دارایی را کی در جب زد، کی بر خود چپ انداخت، عامل اصلی آشوب کی بود و کی در آتش جنگ سوخت. کیا وطن نفروختن، کی برای ای وطن مرد، و کی شد در بین قربانی و کی شروع چرب خورد. کجا میری تو؟ مکتب. چی میکنی مکتب؟ دستت بالا بگیر، سینه بودا کن. و چی هست در دستت؟ کتابچه. چی میکنی اون؟ کتابچه خریدم در مکتب. در مکتب نمیره. مال کتابچه تا. شب شده دیگه نگر پشت صبح، آسمان آلوده شد کت دود بغض و خون. نزدیکیم ولی برعکس دل و دور، واقعه را نمیبینیم چشم دل و وجدان کور. نخو بازی بر رفتارای برادرانه، بی فرق شعار کت حس و نیتش. چطور تقسیم شوه حقوق ما برابرانه، مرا بگانه میدانه چون از قوم هویتش. دل خوش کنم به چی بزنم چه تبسمی، وقتی رهبرای ما تا شب چه تناسبی. دیگه داری سر این مملکت چه تعصبی، دادیم آزادی خودت دو دسته چه تأسفی. تا که اولاد ببینه پدرش در آتش فقر سوخت، کسی صدایشان نشنید و به اعتراض لب دوخت. نان گروگان گرفتن چقدر کدن تن لخت، و سر شدیم از افسوس خوردن ما را تیر از دم پخت. نه سربازم نه سردار بر پرواز نیست پربال، سر بالم سر دار سیاه سالهایم هر سال. نسن کت سازم سازگار، صدای مرگ میسته سازگار. وقتی روبروسی با مرگ هنر چطور شو اشعار ماندگار. چی میشه یاد گرفت از این سالها تنش، مثل پرنده ایستون که کندن بالو پرش. متون خالق درون توزه بارها برش، خلق هنر ممکن است بسا باز ماندنش. We begin with Afghanistan and the dramatic fall of the capital. Tonight, the Taliban taking Kabul, Afghanistan's capital and last government stronghold. مردم در قصه هستن، اینا نفهمید، هیچ وقت نمیفهمن فاجعه رو. میگه چرا فرار میکنید؟ پدر اینا دارن نمیفهمید.